پیام رسول الله به امت خودش. لطفاً قبل از اینکه این پیام رو گوش کنی، پیام رو به دست تمام مسلمانان بفرست. ای امت من، اگر مرا دوست می دارید، عشق خود را در کردار نشان دهید، نه تنها در گفتار. با یکدیگر مهربان باشید، دلهای شکسته را مرهم دهید، دست نیازمندان را بگیرید و هیچ کس را به سبب نژاد، زبان یا دارایی بر دیگری برتر ندانید. راستی را پیشه کنید، به امانت خیانت نکنید. از ستم بپرهیزید و با خوش اخلاقی نور ایمان را در زندگی خود آشکار سازید. اگر لغزیدید از رحمت پروردگار ناامید نشوید، دره توبه همیشه گشوده است. به سوی خدا بازگردید که او مهربانترین